میخواستم برنده بشم. باور کن همش 12 روز باش فاصله داشتم وقتی پیداش کردم. من 100 تا اتاق دیگرم گشتم ولی کسی رو پیدا نکردم. واقعا نمیدونم کجا قایم شده. جیمی توی ساختمون ماشینم هست. شاید که تو ماشین باشه. آره راست میگی. ببینم کسی اینجا هست یا نه. نه امکان نداره. داشتم میخوردم به در. شاید باورتون نشه ولی خودمو پشت انبار نوشیدنی‌ها قایم کردم. باسنم خیس شده، مطمئنم روی استفراغ نشستم. من مسابقه رو میبرم. حرفم یادتون نمونه. این تا ابد طول میکشه. دارم به سختی پیداشون میکنم. واسه همین 5 نفر از کسایی که توی ویدیوی قبلی باخته بودن و دعوت کردم که بهم کمک کنن. هدف کاملا ساده است. قراره $1,000,000 رو از دست یه نفر بکشیم بیرون. آره. تو دوست دارم. 5 نفر دارن میان دنبالمون. دیگه دارم میترسم. تو اون طرفو بگیر، منم این طرف. 3 2 1 تا یه نفر رو پیدا نکنم از اینجا بیرون نمیرم. دارن میان. این چه کاری من کردم؟ طبقه اول بچه‌ها دیگه کجا مونده که نگشتیم؟ اینجا خیلی گرمه، خیلی هم تاریکی. فکر نمی کنم کسی اونجا باشه. فکر نمی کنی؟ هیچ کس اونجا نیست. من حسش میکنم. وای، من که میگم احتمالاً بیرونن. خدای من، زکو پیدا کردی. به نظر میاد یه نفر پیدا شد. خیلی متاسفم، من واقعا متاسفم. بیرون میبینمت فری جون. اما قبل از اینکه برم توی میدون CHC رو حذف کنم، کارل و نولان به یه چیز جالب برخوردن. اون کارگره داره چیکار میکنه؟ گاریو هی داره عقب جلو میبره. خب داره کارشو میکنه دیگه. به نظرم یکم مشکوک میاد. جیمی یه نفر رو پیدا کردم ولی خودش نمیدونه کیه؟ دیدمش. خب من توی این سبد مانند قایم شدم چون بقیه چک نمیکنن و میگن اون فقط یه کارگره. مخم خوب کار میکنه. کارل حواسش به اون گاری مشکوک بود. بریم ببینیم چقدر حدسش درسته. چقدر بهت دادن تا اون رو بچرخونی ها؟